سلام، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ ما اومدیم بینقاطی، یکی از خوشنامترین و معروفترین دیولوپرها یا سازنده های امارات. چه خبره؟ پروژه جدید لانچ شده، آکوارایز. کجاست؟ بیزینس بی، منطقه محبوب و مورد علاقه ما ایرانی ها. حالا چرا؟ چون فقط 3 دقیقه فاصله داره تا برج خلیفه و دبی مال. چی از این بهتر؟ این پروژه اوپن ویو MBR سیتی رو داره که شهرک پر از ویلاهای خوشگل و لاگون که قرار نیست هیچ سازه مرتفعی این ویو رو کاور کنه. یکی دیگه از محسنات این پروژه اینه که دسترسی سریع به خیابون الخیل داره که در ساعات پیک ترافیک هیچ وقت گرفتار ترافیک نخواهید شد. در طبقه 23 اینفینیتی پول یا استخر بی نهایت داریم که از 2 سمت ویو داره، هم ویو برج خلیفه رو داره، هم ویو MBR سیتی رو داره. تقریبا تمام امکانات تو خود این پروژه تعریف شده. 29 تا مغازه در قسمت پودیوم داریم. یه ساختمون مجزا برای فعالیت‌های ورزشی، باشگاه بدنسازی مجهز، زمین تنیس، زمین پدل، بسکتبال و دیگر ورزش‌ها. برای بچه‌ها یه محوطه پارک مانند برای بازی طراحی شده و در کل به خاطر اینکه این کمپانی معروف به ساخت سریع و تحویل به موقع پروژه‌هاش و قیمت‌های رقابتی و همچنین به خاطر موقعیت طلایی این پروژه که ROI بالایی داره. یعنی چی؟ یعنی درصد برگشت سرمایه یا درآمد سالانه از اجارش بالا. یعنی چه برای زندگی بخواین چه برای سرمایه گذاری بسیار گزینه مناسبی خواهد بود. اینم بگم اگر هر گونه سوال در ذهنتون ایجاد شده یا در مورد این پروژه اطلاعات بیشتری میخواین یا در مورد پروژه های دیگه یا اصلا هر گونه سوالی در زمینه املاک دبی در ذهنتون هست، لطفاً به من دایرکت مسیج بدین. بنده با افتخار با کمال میل و در اسرع وقت پاسخگو خواهم بود. شب و روز خوبی داشته باشین. فعلا خداحافظ.